دخترم تو خودت نمیخوری؟ نه پدر اشتما نداره. اپای فریده شما با بیمارخانه نمیروید؟ اونجا چه خیلی گرسنه و تشنه میسته. از همونجا یگون چیز گرفته میخورم. دخترم خودت میدانی اگر خواهی پدرت را هم یک خبر گیر. امروز که می نشسته صحبت کردیم خوب نمی نمود، داروهایش را هم نمی خورد. دارو برای آدمان بیمار برای عذاب وجدان باشد فایده ندارد. شفا یافتنی او بخشش است. او را ببخش، او شفا می یابد. آخر تو همین را می خواهی. سری وقت همه چیز را گفتنی بودم که مادرت زنده است. آن وقت این بلاها به سرم نمی آمد. آدم خاموش مثل کسی گناهکار است. خودم را هیچگاه نمی بخشم. چی می شود اقلا تو مرا ببخش. هیچ کس رو نمی بخشد. هیچ کس غمت را نمی خورد. دخترت هم غمت را نمی خورد. چرا ما غم خوریم؟ فرزندت را برای پوشیده فروخته ای. حاضر اکنون آمده ای غمی پسر من را می خوری. چه غم نخور. پسرم را به حالش گذار. دیگر هیچ چیز از تو نمی خواهم. هیچ چیز نمی خواهم. هیچ چیز را نمی خواهم. هیچ چیز آن را. درون و بیرونی خونه از پلیس می جوشد. با یگانجا برآمده نمیتوانم. هیچگاه نیپک و ایلاجش را میابم. حاضر با بانک رفتم من رو انتظار شد. بعدی پولها را گرفتن رفته پسرم را میگیرم. میلش تمام. با خود آمدی خانم خوابالو؟ پلیس چی را میدوند؟ مثلا چی را؟ درباره تو با امیر نامدی مگر؟ خبرداری که او تو را چه خیلی یافت؟ بله خبر دارم. حالا هم زنده؟ بله اما زخم برداشته. خب من کاری از دستم آمده را کردم. اکنون حواله همه‌شون به خدا. پلیس درباره بانک یا خزینه یگان چیز پرسید؟ نه نپرسید. خب ندونستنشون بهتر. خیلی که گفتم کسی که جای خزینه رو میدوند سبز رو میشوند. کاش تو رو گوش میکردم. گفته بودی که بیا از سری نرو آغاز کنیم. من نمیدونستم قدر را میخورم. اگر تو رو گوش میکردم صاحبی فرزند دیگر میشدیم. تو بالای سرمون میبودی. بحثت من چشمانت رو کشو که دلم آروم میگیرم. کشو همگان بایم فراموش بکن.
میبرایم بر اومدن نمیتوانی تو به دوم افتادی. اینجا پلیس آنجا پلیس. همین چی سرت رو برودی در خود است. همین خیل؟ بله. کم گاب زن که به خدا تو رو بوری کردم. چیز میآید دیلک میآید یگون تاش هم نآید پلیس میآید. گپ زدن رو دوام دادن دوام ده. با کجا میبریم مرو؟ دوام ده با جهنم میرویم. شیطان هستی تو شیطان. با تو شیطان رو نشان میدیم. خزن رو داکت دارده میگویم دارده دادنگی پلیس رو میشنود یا نه؟ یاری دیه کمک کنه یگان کس هست؟ کار نمیکنم. والله سانا یگان کس هست؟ کمک کنه یاری دیه. مادر جان شما اینجا شینید؟ من والدیم را کردم می آیم. مایلش دخترم چیزی باشه در دختر است. از پس همه کارهایم بند است. شما هم فرزند دارید؟ دارم 2 فرزند پسر و دختر. خدا برکت دهد. به شما هم برکت دهد. دختر منو از مادرش چیزی که بینید همان رو میکند. 20 سال مادری در جاگه خواب بودم رو نگاه بین کردم. همه وقت برایم دعا میکرد. دعایش مستجاب گشت. نه اقای فریده کمیسر امیر حالا هم نامده یگون گپ شد مگه؟ نه هیچ گپ نیست اینجیست. با امیر زنگ زدم تلفنش خاموش. فکر کردم که با تو. نه حالا هم نامده. خودت چه حال داری سلیم؟ خوبم اپا چی شده؟ نه همش خوب است. ما هم در نزد خانه خانم حسین شدیم. فهمیدم. برای مادرتون خاطر شده باشه رفته یک بار بینم. نه سلیم برای چی خواهد شوم؟ خوب است انشاءالله. من از تو امیر رو پرسیدنی بودم. مایلش تو بود. اطراف رو آمد تمام. چیکار کردی بابون رفتی؟ من همینجایم اما شما در کجایید؟ نمینمایید؟ نمیتوانم در همه جا پلیس است. ملش یگان رو هست رو میابم. او از حد زیاد خودخواه و خودپسند است. از این را کار میکند و البته به اینجا میآید. بسیار هم هوشیار باشید. همین که پیدا شد در حال دستگیرش میکنید. تمام؟ کلیت
دخترم وقتی کارت آگاه یافته. سرده دوستم سرده برو سرده سلام فریده. این کرا نزدیک آوردم. سلام خوش آمدی جانکم. خوش باشد. خدا شفا دهد اپای فریده. از نزد آقای ایهن می آیم. دخترتون کی آمد؟ دیروز آمد. دیروز آمد. بین پدرت و تو چه واقع شد؟ او هم خواطر می نمود. من رو از تو پرسید. یک دیگر رو می بینید یا نه؟ نمیبینیم. نیت دیدن هم ندارم. فهمه بود چی شد یک بار؟ اگر این دفعه نازش رفتید از خودش پرسید. اگر فهمانیده تواند. تو خودت خوبتر می دونی، اما بینتان یکان چیز شده باشد فراموش کن. من سلطانم را برگردانده می توانم. پدرت حالش خوب نیست. برین گذشته پشیمان خواهی شد. ببخشید، این بانک محکم است. چرا به درون نمیمونند؟ نمیدونم، با سبب به خطری بودم. همین خیلی تشکر. چی شد؟ داد زدی باز با دستم افتادی. کمی بینم یک بار دیگر گریزی؟ دیدی با عیبی تو دیر مونده. حالا هم نبر اومدم. خوب است از زیاد نبرو. اینجا رو هم پلیسان احاطه کردم. چی؟ از کجا فهمیدم؟ اینش را من نمیدونم. خوب است گردن که آزید شد کنیم. در حال از آنجا نیستم. از من خبری داشتم. یک کار کرده پول رو میگیریم. چون که به من پول نقد لازم است. خیرت چی؟ از عهده یک کار بر اومدی. با کمکی تو از پلیس نجات یافتیم. کاری کرده از اینجا خلاص شوم. خور دخترم خور. من بین چه با مزه پختند. من تو را از کجا میروبم که خورانم؟ من و بابایم رو برای اینجا میاره. دخترم باز سر کردی. من از اینجا راهی نجات میجویم و تو باشه با من چه میگویی؟ اینجا به دلم زد. این خربوسه چرا به دهنم میآید؟ میآیم و تو بعدا میگم. راست میگوید؟ آها راست میگویم. کمتر کاری دیگر دارم تمام کنیم همراه بر میگردیم. براستی پدر؟ آها انشالله دخترم انشالله. چیکاری میخوری؟ حاضر. حاضر. مرحمت برادر. یک دانه از اینش دید. نغزش رو گرید. یا خدا، از دیروز بود این در محکم با چی شده باشد؟
رو بلند نبرو. تو رو میکشم. فهمیدی؟ رو رو میکشم. از پس درکم میزنی. یگان کار کرده او رو جواب ده. یگان مشکلی نبودنش رو باور کند. اگر یگان احمقی کنی تو رو مرا فهمیدی؟ خب در خانه گوش میکنم آقای سلیم. من از شما خواطر شدم. خوبم. من با سبب در رخ شدن نتوانستم. مرا ببخشید. یگان مشکلی نیست، در رخ شده دیدم برای همین. نه خواطر نشو. همش خوبه. خوب مایلش. در پس اینجا مایلش. محکم میبنده. او یگان کس ندارد. نیازی که داشتی. بعضی ها هستند میاند و میروند. چند روز شد که اونها هم نمیاید. یک و تنها خوابیده. با خدا پیری هم مشکل بوده است. به فرزندی هم. تا این ساعت باید می آمد. باز چقدر انتظار میشیم آقای کمیسر؟ مشتری های می اومده رو روان کرده ایستاده ایم. و ما کمی دیگر فرصت دهید. او مبلغ خود را ناگرفته نمیماند. حتما می آید. شاهدان رو باید با دادستان برم. با من یگان گپ نگفته است. اگر رفتنش رو بدونم. در ورق تاریخی رو همین روز نوشته شده است. زودتر شویم باید. با امیر کمیسر یک زن زنم. در بیرون کسی هست. یکو باز شنیدم باشه کنم. و دادگاه می رویم. در بیرون ماشین شما رو انتظار است. یعنی چه؟ پلیسی دیگر کجاست؟ نوبت رو عوض کرد. بیانات دادن نمیخواهید. رفتیم. مطمئن؟ خیلی باشد رفتیم. برای کی نامد؟ یا اینکه یکان واقع روی داده است. و هم حجت را طبق گفته‌تان کردیم. از کجا شبهه میکنید؟ این آخرین امکانیتمان است. اگر این دفعه هم موفق نشویم مردیم. این دو زن را پیش از بیانات دادنشان زود یک طرف کردن لازم.
راه به خطر است. چرا شما مرا بربست کردید؟ با بیانات رو میدادیم نمیشه؟ با من چیزی گفتن من همون را کردم. با مانند این مفتش اینقدر سوال میدی. تو فکری بیانات دادنت رو کن. از هر دویتان یکی برای احتیاط اینجا مانید. تو با رادیو و تلویزیون، با گازیته ها، با همه جا خبر رسان که همه با خبر باشن. فرمان سردار. گوش میکنم. چی؟ پروندن؟ اکا میوید. دیدم. نه. غالب؟ غالب نه؟ اینا چیکار میکنن؟ تو از اینجا برید. من دنی رو یادم میشنم. چی با کجا برید؟ تو باش گفتم زودتر. آتش که کشادی باید تیر را به نشان رسانی. نه اینکه تیر را بیهوده صرف کنی کنیزتر گل رو. این به تو دست شود. چی شد؟ نیست شد. من گم کردم. میلش وقت را بیهوده نگذرانی. کمتر پس اینجا پلیس ها می آید. فرما کن. بیا می روی. تعینات مخصوص را خبر دادید؟ من در راه هم حاضر میرفتم.
گوش میکنم. امیر گلدره تو در کجایی؟ مرا ببخش مرا. چی واقع شد گلدره؟ گلدره تو در کجایی؟ گلدره کاری جانان رو هم تمام کردیم. حاضر باز برای یافتن آن از پسش شدن لازم. چی خیلی از دست دادی؟ خواهد نشوید. این تک برای او بسنده است. اگر نه به نزد مفتش میروم و نه خود را نشان میدهد. من باید کاری او را تمام کنم. اگر شما راحت باشید. گلدره امیر تمام شد. خدا را به دست گرفت. یاری تجلی در راه است. البته همش خوب بشود. غالب مرا پراند. جانان گوره. تمام تو نگران نباش. غالب جزایش را میگیرد. تو خودت را به دست گیر. تمام اکنون این خیلی نگو. قوتم نمود. آرام باش گلدره. امیر من به تو خیانت کردم، اما یاسمن همه وقت در نزدت بود. او تو را به حد دوست می‌دارد. هیچ وقت او را تنها نگذار. که جنجالی که در بینتان بود با عیبی من بود. مرا ببخش. گلدره چشمانت را گشا. گشا چشمانت را گلدره. اپای فریده. سلام سلیم. نزد مادرتان آمدید؟ نه، از اینجا میگذشتم. همین خیلی خبر گرفتم. از فینور یگان خبر هست؟ با کمیسر امیر گپ زدم. میگوید به بانک هم ناآمده است. یعنی ما هم انتظاره میآیم گفت اما ناآمد. فهمیدم. مایلش من میروم به تو برای کار. اپای فریده به داخل نمیدروید؟ نه گفتم که از همینجا میگذشتم. در اصل اومدید یک خبر میگرفتید خوب میشد. دروازه گشوده بود. شبه کردم که کسی در اومده است. در رو زدم اما کسی نکشود. از پس در گپ زدیم. خوب هستید گفتم. وقت ندارم گفت. اما آوازش هیچ خوب نمی نمود. نخواد. اگر یگان احتیاج میداشت به هر حال میپرسید. شاید نمیدونم اما شما یک بار در اومدید خوب میشد. مایلش من میروم به تو برای کار. тамошобинони муҳтарам, собиқ муфаттиши берина Темур Коҷа Пинор Чатинкаеро аз беморхонаи бемориҳои рӯҳӣ гузедондааст. ҳардуи инҳо ҷиноят содир карда дар кофтукоҳ қарор доранд. аз тамошобинон хоҳиш карда мешавад ки агар шахсони номбурдаро дидед зуд ба шӯъбаи полис хабар диҳед. این عکس رو از کجا یافتند؟ با کجا برایم در حال دستگیر میکنند؟ یکان علاج دیگر یافتنم لازم. خدایا از اینجا چه خیلی برایم. این احمق باز آمد. آقای برونه برای که میکشم. دیوانه. این از کجا پیدا شد؟ تو رو نبیند که شبه میکنم. قبلا که از اینجا رود.
میبینی که چی میشه. خیلی خیلی چی شد فریده؟ برای چی اومدی؟ من اومدنی نبودم. سلیم گفت که رفته خبر گیر. برایتون خواطر شدم. خواطر نشو، من خوبم. میبینم که یگان مشکلی ندارید. فریده لابای مادر دیگر نیو، من اینجا نیستم. کنیشگر کلی گفته هیچ چیز نشده. اون حسابی در بانک بوده. اون کلید هم همش بازی بوده. آسیا کرکویون لی تبریک میکنم. خیلی بازی خوب بوده، اما تمام شد. بازی با آخر رسید. کنی با این طرف گذار. کن اینجا چی؟ بازی همش رو یک با من نکن میکنی. کنی گفتن در این بازی باز که ها بوده. ایدی خودم باید من رفتم. من ابلهم از این روح همه رو استفاده میبرد. از یشیل انتظار بودم، اما کمال از کمال انتظار نبودم. او هم دشمنی من بوده است. او هم جزایش رو میگیرد. نرفته با همه سبان رو برابر میکنم. تو چی مگر همه همون رو میکشی؟ همه تون رو میکشم. از دست چی میاد؟ چیزی میخواستگی پول نیست مگر گیرو رو. تو با من شوخی کرده ایستاده ای؟ با عیبی شما با این دم افتادم. آن جزدان رو کشو. در آن بمب است؟ نه، آن چیزی که تو میخواهی. چی بوده است؟ پول. رمزی این رو میدونی کنی گبزم؟ 5 1 1 9 8 1 9 8 1. احمق. تو کشو کشو. باز تو گفتم خودم رو خوردم. در پیش پایم بودم اما من خبر نداشتم. گیر اون رو تا آخری عمرت بسنده است. با فرزند در زندگی نباور کن. برای شکمم رو سیر کردم بسنده است، اما برای قصد گرفتن نمیرسد. چی میخواهی؟
خود را آنقدر مهربان نشان میدهی مثل پسره. 2 میلیون دلار بود است در حساب. گفتن آسان، با من آن پول را میدهی. چی کاری میکنی نمیکنی با من آن پول را میدهی. آن پول را یافته با من میاری. اگر پول را دهم مرا به حالا میگذاری. حاضر خودت نگفتی که چیزی میخواست اگر فقط پول هست. پول را ده از اینجا دفع شو. با اشیل زنگ زن بر وقت در کار را آغاز کنم. اما اشیل یک التماس دارم. یگان سوال نداده گفتم رو بکن. تا پگاه تا قدر امکان همه چیز رو بفروش. حتی با نرخ ارزان باشد. اما چرا این کار میکنی؟ فریده مرا رنج برویم نگاه هم نمید. دیگر هیچ چیز معنا ندارد برایم. از اینجا میرم. اما گوش کنید، در خود قرار نبرارید. همش خوب میشود، بود داشتی میکند. ایشی با من عقل یاد نده. هرچی گفتم بکن. احسن با تو. آهسته. الو گوش کن، حاضر با تو یک سراغه میدهم. در آنجا یک دختر است. ایست یک دقیقه. ما با تو همین خیلی گپ زده بودیم. بعد اوسیا رو پروندم باید پول رو میدادی. چی شد؟ اما نپروندی ابله. آسیا در نزدم است. با من وابستگی ندارد. اگر خواهی با پلیس تسلیم کنم. رفتنم تو را گپ زند ها؟ گپ را دراز نمیکنم، گفته هایم رو کن. دیر هم باشد مکافاتت را میگیری. مایلش سراغه رو گپ زن. بله میدونم. با آنجا رفته دختر کمال را میدوزی. با یگانجا برده پنهان کن. بعد از من خبر انتظار شد. من قصدم را از هیچ کس نگرفتن نمیمونم. هر کس جزایش را میدوند. خوش آمده دپه فریده. خوش باشی. چی شد؟ خوب نمی نمایی؟ از نزد مادرم میآیم. گپ زده؟ گپ نزدیم. چون که او با من مثل یک بیگانه ها رفتار کرد. دیگر به نزدم نبیا گفت. خودش هم از این جای ها میرفته. اپای فریده، من شما را یکی از آدمان خوب میشناسم. برای چی اینقدر فکر میکنید؟ برای اون که دل شکسته شدم. کاری کردهش را نمیبخشم. به این هم او را یگان نیتی بخشیدن ندارم. اپای فریده، یک گپ میگویم اما از من نرنجید. خانم نباید کودک را از دستتان گرفت. بخشیدید او را. دیده و دانسته جانان دروغ گفته کودکهایتان را از دستتان گرفت. او را هم بخشیدید. اینها را با عقل شرف فهمیدید بخشیدید. تا حال باشد خیلی دین را نگاه و بینی کنید. مادرتون را چرا نمیبخشید؟ مگر آنقدر مشکل است؟
اصلیا همه کارهایت را فهمیدم کمال. همه کارهای کرده از روی آب برآمد. باید شلو آسیا یک جا شده مرا مدتی 1 ماه خوب بازی در آوردید. دخترم رو تو خواطر نشود دخترت صحت سلامت. به من گوش کن. اگر یگان کار کنی قسم میخورم که تو را پاره پاره میکنم. تو در کجا و من در کجا؟ تو با من بازی را دوام داده انگل کمال. بعد میبینی چی میشود. از من چی میخواهی؟ اینی حال هیچ چیز نمیخواهم. حالا این باز فکری با پلیس خبر دادن رو نکنی. خبر هم دیگه میدونی چی میشود. عقلت رو کار فرمو. کمی صحبت کرده میتوانید؟ اندرس یک واقعی ناخوشی روی داد. چی شد گردنم؟ کی کرد این کارو؟ پدر شاهدی ندهد گفته از پشتش پرونده. کسی چیزی گوید گفتن گیرد، چیزی فکر کند، فکر کردن گیرد. ولی من دوست جانیم رو گم کردم. امیر رخت پدرم را یاد جزایش را بین. برای چی تو را اینقدر دوست می‌دارم می‌دانی؟ برای صمیمیت و اراده قویت. گلرو هم همین خیل گفت. یاست من هیچ گناهی ندارم. او را هیچ وقت تنها نگذارم. دخترم گفتم تو را خبردار کنم. از چی؟ خدا خواهد پگاه من میروم. خاله جان چی شد؟ شما رو یگون کس رنجاند؟ استغفرالله دخترم تو چی گفتنی؟ خیلی خطاگی. چی قدری که دعا کنم برایتان کمی میکند. اما بس است اکنون. ناراحت کردم شما را. آرام شدید. این خیلی فکر نکنید. دیگر این گپایتان رو نشنوم. شما در این خانه چقدر میخواهید ایستید؟ شما رو خانم نباید رنجاند. به گپای او اهمیت ندهید. او عصبی میشود بعد در خود به خود میآید. بس کنید. مایلش دیگر کلمه رفتن رو نشنوم. شام بخیر فریده. شام بخیر. خوش آمدی. بگذار. از کارهای شده خبردار هستی؟ کدوم؟ هم زنگ زدن. تا پگاه همه چیز را فروش گفتن. به من رفتنش را گفتم و اینقدر سراسیمه بودنش را نمیدونستم. فریده همه چیز را با نرخ ارزان فروش گفت. تنها تو 180 میتوانی. بینتون یگان فنی هست برای همین رفتنی. اگر با او گپ زنی شاید سکش گردد. همش بیهوده است. او کیها قرارش را برآورده است. با من گفت که دیگر به نزدم نیا. اگر چیزی از فروشی چقدر پول می شود میدونی؟ نمیدونم در این قدر مهلت چقدری که فروش می شود وقت کم باشد هم. مقصدم همین که تو به 5 سنگم مانی. من رو هم رو میابم.
پول رو که گرفتی در حال میروی؟ بله البته میروم. اگر حتی ایستگویم نمیستم. چی شد؟ مرا یاد کردی؟ برای چه زنگ نمیزنی؟ در کجاست دخترم؟ در نزدم نیست. با او چیکار کردی ابله؟ حالا یکون کار نکردم. پدرش همین خیلی بحثه و مرسیدن گیرد میکنم. به من گوش کدک هم ندارد، مادر هم ندارد. اگر یگان کار کردنی باشی با من کن. به من عقل یاد نده. تنها انتظار شو. بازی نکن فیروز میکنی. من میدونم چیکار کنم. معلمه همون فهمون. مادامی که میدونی چرا نمیتوانی؟ صبر کن آمینا. گیر خریدیم. چرا نمیخورد نمیدانم. از سحر باز یگون چیز میخوردم. عجب بودن دون میبرآورده باشه. شد تموم. باز یا نکن. تموم. نه چسبم ندارد. ای خدا. آخر او از بیماری نمیگیرد. عصبم رو هم خراب کرده است. مادرش گریخته گشته است و مادرش نمیخواهد. شاید یگون جایش درد میکند. درد نمیکند. من نمیخواهم که یگون جایش درد کند. فهمیدی؟ این کودک رو هم نمیخواهم. شرف باید مادر این کودک به بیمارخانه است. مادر کودک چی گناه دارد؟ از برای خدا بس کنید. من چی گناه دارم؟ پسرم چی گناه دارد؟ همسایه ها میشنوند. مرا شرمنده نکنید. حالایی که روز شود. ندانم با تو چیکار کنم. اپای فریده باز یگون کار نکنم. نیازم نخواد او همینقدر بیرحم شده باشد. من میدونم که او خودش رو گم کرده. او غمی نبیره هایش را نمیخورد. غمی خیلی گیم رو میخورد. صدا کنم همه را قید کردی؟ بله همه گپ هایم رو قید کردم. خیلی کنی بینم. شما در اینجا با چی کار مشغولی؟ کودک ها در شکم مادرشان همه چیز رو میشنوند. یانگه یسو منم بود. حالا همین طرف در زمانهای ما این گونه چیز نبود. پدرم خوب است اما شاید ما رو میشنود. این رو تیار کردیم. پگو در بیمارخانه تماشا خواهیم کرد. مادر جان خوب هستید؟ ما رو یاد کردید؟ ما شما رو خیلی یاد کردیم. مادرم ما رو به بیمارخانه نمیبرند. میگویند که پدرتان همین چیز میآید. و شما یک چیز گفتید این هم گفته پدر آمد. و شما یک چیز ای نگوی. پدر امینه هیچ درسایش رو نمید. حتی کرد جشن رو از خونه کرده. بچه ها فوتبال بازی کردیم. من 3 گل زدم. معلمه گفت که از کجا فوتبال بازی رو یاد گرفتی؟ من گفتم که پدرم یاد داد. شما که از خواب خسته باز فوتبال بازی میکنیم. شما دروازه بازی شد. نیدش. خیلی خوب شده.
اشی کنی پوست کارو حل کرده لبه اشی اما جون من پول رو گرفتم هر چیزی که از دستم اومد کردم اکنون چیکار کنم؟ پولها رو جمع کرده چیکار کنم میگوید حالا هیچ کار نکند انتظار شود اشیل منتظری خبری من اما جون سرش من نشوید کمی صحبت میکردیم به نزدتون اویم اشیل با یگون کس گپ زدن نمیخواهم کمی پس بر اومده میروم چیپترم رو گرفتم به کجا میروید؟ من این گپ رو همین که رفتم از اونجا به تو زنگ میزنم شما رو نمیفهمم اما جون دخترم گفته همه جا رو کوفتید اکنون فریده رو یافتید از اون میگریزید رفته او رو به آغوش گیرید آخر شما 30 سال باز او رو انتظار بودید اشیل التماس من چیکار کردنم رو میدونم از همه دور شدن میخواهم من به تو زنگ میزنم این گریه تو برای دخترت نفرتی ما رو میارد یگان مشکلی نیست همه کار در جای است دختر خوب است خیلی خوب حاضر به کمال زنگ زدم ساعتی 10 در اینجا می شود با او کارم که تمام شد به تو خبر می دهم رفته پسرم رو میگیری بعد پولت رو مادرش گم در کافت و کاب است پدرش هم در عریضه نوشته شده در اینجا دیگر نام نوشته شده است. او پسر من است در بیمارخانه خوابیده است حالش خیلی وزنین است پسرم را فریب کرده تمام فهمیدم دیگر یگان کسی دیگه او بین میکرد دیگه ندارم به خدا نمیشناسم کی دارد ندارد نمیدونم اکنون التماس خودتان کفته یابی گوش کنید خانم هر یک کار به خود قانون و قاعده دارد هر یک تا شما در دستتان کودک را گرفته به اینجا میآیید از روی قانون و قاعده درست نیست یعنی ببخشید سردارم شما را ممکن میل است زود میآیم عذر مرا ببخشید